که عکس یاسمن و روژانو داشته احسان آلردی و به مهیار و جاوید و اینا نشون داده بوده. به خاطر یه حاشیه که فقط ویو بگیره، فقط 4 تا فالوور بگیره، حاضر شد بره مثلا با یه کسی که گی و دوست پسر داره ازدواج کنه. چه دختر بی‌ادبیه، چرا بی‌شخصیته، چرا بی‌تربیته، چه مرد ستیزه. راحت بگم من از قسمت پیک میای رایم آره قطعا پشیمونم، مثلا بعد از اینکه دارم لاس خوشگاهاشو میبینم با احسان و اینا و اتفاقاتی که بعد از ویلا افتاد و اینکه الان با همن و اون تربیت خانوادگی واقعا از زیر بوته به عمل اومده. به من خدا شخصا اومد التماس کرد و التماس بچهای دیگر هم میکرد که تو رو خدا منو ندید برم، خواهش میکنم منو ندید برم بیرون، تو رو قرآن گریه میکرد. تو استفاده های جنسی، روانی، جسمی و به شدت تو استفاده های مالی میکنه از دخترایی که باشون وارد رابطه میشه، یعنی به شدت منفعت طلب و بی‌وجدانه. سلام دوستان، خوش اومدید به یه ویدیوی پرحاشیه جدید دیگه. به سرعت الان میریم که حواشی جدید رو با هم دیگه بررسی کنیم. فقط ازتون میخوام برای اینکه حاشیه های جدید برنامه عشق ابدی و رئالیتی شوهای دیگر رو از دست ندید، کانال رو سابسکرایب کنید که هم ما رو گم نکنید، هم اخبار رو خیلی سریع دریافت کنید. بزنید بریم. من ببین هر کی بگه من خیلی خوبم خب قطعا اشتباهه، ولی از کسایی که با من دوست بودن میتونین بپرسین، حتی از کسایی که با من دیگه در ارتباط نیستن یا حالا ارتباطی نداریم از من بدشون میاد. من 1% به اون چیزی که مردم از این برنامه از من شخصیتم برداشت کردم شبیه نیستم. من نمیخوام خودم رو سفید کنم. اگه میخواستم خودم رو سفید کنم از روز اول برنامه تا الان مثلا یه تلاشی میکردم، یه دست سفره میزدم، یه 4 تا استوری میذاشتم، لایو میذاشتم یا هر چیزی. ولی این برنامه رو اصلا جدی نگیرین. این برنامه اصلا این چیزی، یعنی اون چیزی که از ما نشون میده ما اون شکلی نیستیم واقعا. و اینکه 1% من به چیزایی که اینا میگن شبیه نیستم، اینو خدای بالا سرم میدونه. و اینکه بچه‌ها ادیتور برنامه، کارگردان برنامه، همه اونجا منو خیلی دوست داشتن، خیلی زیاد. و اینکه من یه چند بار ازشون یعنی بهشون تکست دادم، گله کردم، گفتم که خب مگه میشه مثلا من الکی دعوا کنم یا صدام ببرم بالا؟ چرا مثلا همه چیزو کامل نمیذارین؟ من نمیگم من تیکه های منو حذف کنید، ولی هر چی بخواید بذارین کامل بذارین. و اصلا با من خوب برخورد نکردن. ببینید، و اینکه من چیزی بهتون بگم، من کاری ندارم کی محبوب شده کی نشده، هر کی محبوب شد میشه جونش، مرفوع شده میشه جونش، ولی هر فصلی قربانی داره. دوست دارم ببین، من که هدف خودمو دارم، زندگی خودمو دارم، با شما به اشتراک میذارم ببینیم کارا پروژه‌ای که انجام میدم و دارم سعی می‌کنم هر روز بهتر از دیروز باشم تو زندگی خودم. و مثلا یه سری افراد الاف بیکاری که هیچی برای از دست دادن ندارن، هیچی هم برای به دست آوردن ندارن نیستم. من این چیزا شیر می‌کنم تا این افراد از خودشون خجالت بکشن و نه تنها خجالت نمی‌کشن، بلکه میان تیم کشی می‌کنن به دخترش که مثلا حرفا و دروغای بیشتری راجع به من بسازن و مثلا به خیال خودشون منو خراب. اونایی که منو بشناسن که میشناسن همونام برام با ارزشن، اونایی هم که نمیشناسن امیدوارم هر چیزی زودتر بشناسن، متوجه بشن طرف مقابلشون کی ذات البته اخلاق و رفتار من توی برنامه مشخص بود، حالا غیر از اشتباهی که کردم که درش به زندگی خودم برگشت. اون خانومی هم که اومد راجع من گفت 2 روز بعدش با یک به صورت فیک برای حاشیه ازدواج کرد، دیگه تاش معلومه دیگه. مثلا انقدر بی ارزشی و انقدر دروغ حاضرین به هر دری بزنین راجع به آدمو دروغ درست کنین. چی داری میگی؟ آخه چرت و پرتایی که داری میگی ملت میخندن. یه دونه‌شو نمیتونی اثبات کنی چون هیچ کدومش واقعیت نداره. زشت نیست واقعا. خودت دختری، من مامانم میام مثلا 2 تا استوری میذارم میگه نکن دخترم بشین، زشت، در حد شخصیت تو نیست. حتی مامان تو جلو تو نمیگیره، مامانت خودش پیج فیک میسازه میاد برای من کامنت میذاره. چی میسوزن اینا؟ خدا شفاعت اومده، ان شاءالله قلبتون جلا پیدا کنه، ان شاءالله خدا اینقدر هر چی میخواد بهتون بده که اینقدر از عقده و سیاهی دلتون نمونه، واقعا سبک بشه. ان شاءالله واقعا آرزو بهترین رو براتون میکنم. نه مثل شماها بیا انگ بچسبونن دیگه دختری که رو پای خودش اینجا 8 سال داره زندگی میکنه. خب ترکیه این من نمیترسم برام ازتون شکایت کنم، ارزشش مثلا ندارین. یکی اینو مامانش رو از زیر پوستای من بگیره جمع کنه، چقدر طرف بیکاره، فکر کنم خودش گوشه مامانه رو میگیره کامنت میذاره، 1000 تا پیج فیک ساخته بعد جملات عین همو کامنت میکنه، مشخصه خودشون مامانشه. چقدر چیپ، چقدر زشت. طرف مادر مثلا به جایی که دخترت بگه بشین، دخترت تو برنامه این همه اومد باهات با محترم با ادب رفتار کرد که مثلا اگه مشکلی هست حل کنی، و تو این وحشیات ادب اون تربیت خانوادگی واقعا از زیر بوته به عمل اومد اونجوری حرف زدی. حالا حداقل جلو مردم به دروغ نگو دیگه، مردم برنامه رو دیدن که کی با احترام باهات رفتار کرد، اونی که داشت خودشو جر میداد تو بودی. هنوز از عقده‌ها و حسادتات کم نمیشه که، فقط داری هی فشار میخوری راجع من بعد میگی کلی دروغای حرفایی که میزنی اگه به خودت خانوادته به من ربط بده، چیزایی که خودتون زندگی کردین به من ربط نده.
چقدر حقه‌ای آخه. میخوام بهتون بگم که گول دروغ‌ها و فضای مجازی رو نخورید، چون مثلا طرف می‌بینی به خاطر یه حاشیه که فقط ویو بگیره، فقط 4 تا فالوور بگیره، حاضر شد بره مثلا با کسی که گی و دوست پسر داره ازدواج کنه، بعد 2 روز قبلش همونی که مثلا به خیال خودش کاملا فیک تو نقشش بود از من دفاع کرد، 2 روز بعدش اومد همون مثلا برگردون حرف الکیش مدرکی هم برای اثبات نداشت، اومد گفتش که آره الکس ما خودش بش کرده. من که کار نکردم، یعنی اصلا مسخره‌تر از این حرف نداریم. خواستم پخش کنم، خب با طرف رابطه‌مو یه جوری نگه می‌داشتم که خیلی عکس‌های خوشگل‌تری پخش کنیم، نه کسی که اصلا گردن نمیگیرم و بزرگترین اشتباه زندگیم بوده بگذارید. و مشخص شد دیگه 2 روز بعدش طرف یه دونه گی ازدواج کردیم، واسه خبر ازدواجش همه جا بپیشه، واسه همین حاشیه رو راجع من درست کرد، چون دیوار کوتاه‌تر از من نبود. توی یک صدا گفتین چه بفرمایید تو دایرکت یه تک بره واسه من اینجوریه. ببین هر کی شخصیت خودشو داره رفیق. من اگه می‌خواستم همچین کاری بکنم اولا همه هزار جور انگ میزنن، پسر بی‌ادب فلان بیساره، بعد زن ستیز، هزار جور چرت و پرت دیگه. در صورتی که دختر اگه همچین کاری بکنه کسی چرت بهش نمیزنه. نمیگم باشه دختر بی‌ادب، چرا بی شخصیت، چرا بی تربیته، چرا مرد ستیز، راحت میگم. خب سر همین نظر من سکوت کردم. آقا بهترین کار سکوت. مثلا هر حرفی دلش میخواد بزنه، هر چی وقت خالی بشه، هر چیزی وقت داره. اصلا این موقعی من نباید کاری بکنم، چرخه گردون میچرخه یه جا خیلی تو میگیره. نگاه کنید حالا. بعد دلیلی نداره اگه یه نفر بی احترامی بی ادبی میکنه تو میخوای همین کاری انجام بدی. شخصیت خودشو داره میرسونه. تو شخصیتت باید انقدر قوی باشه، انقدر والا باشه، انقدر درست باشه که اگه کسی هم سر همچین مواردی بی احترامی کرد، فقط نگاهش کنی سکوت کنی، بذاری طبیعت بهش نشون بده چه اتفاقی میفته. اصلا نیازی نداره بخوای تو سری کنی انجام بدی. همون موقع شروع کرد غیبت کردن و من گفتم چه مثلا رد فلگی، مثلا چه آدم چندشاوری، ما الان داریم ما هم می‌خوایم بریم وقت بگذرونیم، این داره راجع به مثلا اکس مثلا منو یکی دیگه صحبت میکنه، اینا چقدر مثلا زن ستیزانه این حرفو زد. سرجی میدونی اینو چرا بهت گفته بوده؟ مثلا میخواست خودش رو شیرین کنه، احتمالاً مثلا تکنیک‌های مخزنی به روش سجاد. همه پسرای اونجا خیلی پرنسس بودن و جاوید خیلی سرویس بده خوبی بود. نه دقیقاً همینطوری بود، پسرای دیگه خیلی پرنسس بودن و این حالا مثلا سعی می‌کرد یه چیزایی رو منیج کنه و اینا. و ببخشید مثلا ما پیش خدمت خیلی خوبی بود، مثلا واسه پارتنرش پیش خدمت خیلی خوبی بود، به من که همین جوره سرویس میداد، خب 24 ساعته. و بعد از اون دیدم مثلا قهوه، چای، غذا اینجوری اونجوری بیاره ببره، کاراشو انجام بده، لباساتو بشوره و اینا. و بعد از اون دیدم همون شبی که فرناز من واسه فرناز هم داره انجام میده، مثلا میگفت دمنوش چی دوست داری واسه درست کنم. دیالوگاش هم یکی بود حتی. آره ببینید یعنی دخترها رو همه رو اینطوری با زبونش خام میکرد، چون مثلا آپشن دیگه واسه ارائه نداشت و خیلی 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 دروغای خیلی شاخدار، وعده عجیب غریب و خودش رو مثلا پرنس چارمینگ نشون میداد دیگه، مثلا یه شاهزاده با اسب سفید اومد و تو این دنیا به این بزرگی عاشق و شیفته تو شده، کلی برنامه‌ریزی میکرد برای آینده و مثلا یه چیز خیلی جدی. و خب تو دنیای نرمال این اتفاق بیفته واسه خود من میفهمم لاو بامبینگه، ولی خب اونجا اتفاقی که واسه من افتاد بود که خب تو یه محیط ایزوله شده‌ای بودم و گفتم که این آدم مثلا جلوی دوربین جلوی 1 میلیون نفر آدم نمیاد که با من بازی کنه، دروغ به من بگه. و خب مثلا منم دختر نیستم که چیزی کم داشته باشم، ممکنه مثلا واقعا انقدر از من خوشش اومده باشه و اینا. و چی بگم، یعنی همینطوری همه دخترها رو خام میکنه با همون حرفای عجیب غریبی که میزنه. فکر میکنم فقط من از دستش فقط قصه رفتم، فقط چون خیلی آدم مالشی و تاجی هم بود، ولی خب اون اوایل انقدر تاجی نشده بود، فکر میکنم بعداً دیگه نتونست خودش رو کنترل کنه، مثلا نوبت دخترای دیگه شد. نازنین برای فینال میری یا نه؟ رای دادن و اینا برای فینال همین فصل 2؟ آره منظورم که میری برای رای دادن، برمیگردی به برنامه؟ آره برای رای دادن یه اپیزود خیلی کوتاه فکر کنم، همون در از یه اپیزود همین سیزن رو میرم واسه رای دادن. جنجالی هست یا نه؟ جنجال خیلی خاصی نبودن، مکالمه‌های کوتاه داشتم، خیلی بچه‌ها اصلا انرژی نداشتن، یعنی مثلا همه دیگه انرژی خوابیده بود و کسل بودن و تو خودشون بودن و بعد 5 دقیقه بار میرفتن همش سیگار میکشیدن اون پشت و خیلی اصلا حالشون خیلی اوکی نبود، مثلا حتی وزن کم کرده بودن، بعضی موهاشون کم پشت شده بود که من خودم پشمام ریخت. فقط مثلا چند تا از بچه‌ها بهتر شده بود حالشون. و اینکه آرایشگر و میکاپ آرتیست و اینا خب خیلی منو دوست دارن، کلا بچه‌های پشت صحنه خیلی منو دوست داشتن، با من غیبت چند تا بچه‌ها رو کردن یا چند تا درامو بهم گفتن، ولی خب من جلوی دوربین نگفتم که آبرو بچه‌ها نره. این آدما حرف برای گفتن دارن، کسایی که دارن تارگت میشن که اینقدر برنامه شروع نشده ازشون ترسیدن که اینا صحبتی نکنن. دقیقاً همینطوری، یعنی فصل پیش هم تجربه‌های همین اینچنینی بوده از کارهایی که کرده، حرفی که زده شاشمان شو به قول شما، و اینکه خیلی زود ما رو تارگت کردن. فکر کن اینا این کفتارا هم
فالووراشون بالا بود، یعنی کلی مثلا آدینس داشتن و کلی طرفدار و اینا آلردی داشتن و همین که مثلا روابط خوب داشتن، یعنی از مثلا فصل قبل چندین نفر رو میشناختن، دوستا شدن، یعنی مثلا از ما پرسیده بودن که ما اونجا رفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم، چی بگیم محبوب شیم چی بگیم منفور نشیم و اینا، و یعنی با یه استراتژی دستورالعمل کامل اومده بودن و همین که میدونستن، یعنی همین یوتیوبر به قول خودمون اختصاصی استخدام کرده بودن که بیان ما رو منفور کنن دیگه، یعنی انقدر، و اینکه حتی به ادیتورای اینستاگرامی هم پول میدادن که مثلا یه سری نکات منفی ما رو یه سری چیزا رو بیاره بولد کنه و پخش کنه، به قول خودشون بریزه کف اکسپلور، و فکر کنم همه اینا رو، این استراتژی‌ها و اینا رو توی گروه‌هاشون راجع بهش صحبت می‌کردن. جاوید برگشت گفت که دخترها اونجا گریه می‌کردن فیلمشون بود، هیچ کدوم واقعی گریه نمی‌کردن. می‌خواستم ازت بپرسم که چه جوری بوده، داستان چی بوده؟ قطعاً خب دروغ میگه دیگه، اینطوری نمیشه که فیلم دختر باشه و هیچ کدوم گریهشون واقعیت نداشته باشه. آره قطعا دروغ میگه و به خاطر اینکه حتی به خودش هم یه همچین آدمی بعد یه تایم بعد دروغ بگه فکر کنم و نمیتونه گردن بگیره، چون آدم بده داستان میشه که آره تو واقعا عشق دختر رو در آوردی. نظر شخصی خود من اینه که من به مثلا که شخصی مثل حالا بی‌احترامی نکنم، همدیگه رو فالو میکنیم، منو میلاد تو اینستاگرام، ایشون منو فالو کرد، من فالو بک کردم، خیلی حرفای تو یوتیوب خیلی حرفای خوبی همیشه تو ویدیوهاش اینا رو میزنن تو لایو علی پازانی و اینا، ولی من خب خودم هم از اینکه یکی پارتنر عوض کنه اینا خیلی خوشم نمیاد، خودم اهل این کارا نیستم، و ولی فرقشون اینه که حداقل بازی روانی نمیکرد با دختره، یا وعده وعید نمیداد، یا مثلا دروغای شاخدار نمیگفت، مثلا نمیرفته به دختره بگه بیا با من زندگی کن یا حالا بیا با هم ازدواج کنیم، یا مثلا ببین جالیس جاهگوز بیرون برنامه که بود میخواست برگرده تو برنامه به سپیده وعده ازدواج میده، میگه آره من میام داخل برنامه ما با هم اوکی میشیم و ما با هم ازدواج میکنیم، یعنی ببین دختره رو گول میزنه، ولی خب میلاد این کارو نمیکرده، قطعا به کسی وعده ازدواج نمیداده، ولی این جواب خیلی بهتریه دقیقاً، یعنی بازی‌های روانی می‌کرد، یعنی یه جوری به تو امید میداد، وعده وعید میداد که تو بهش تکیه کنی، همین که می‌مونی تکیه کنی پشتو خالی می‌کرد و مثلا دختره با مخ می‌خورد زمین و دختره اونجا شوکه میشه، میگه ای بابا چی شد، مثلا این همه پر صحبت می‌کرد و این همه حرف می‌زد و اینا، اینم تو خالی عذاب در اومد، مثلا واسه اون دختره اون لحظه خیلی شوکه کننده است. کلا تیپیکال به نظر من تیپیکال یه آدم ناسالم به شدت خودشیفته است، یعنی به من گفتش که من دیاگنوز شدم، یعنی روان پزشکا تشخیص بیماری سایکوپثو دادن راجبش، به من اینو گفت خودش آره خودش گفت راجب خودش و یه جوری هم خوشحال و هپی و مفتخر بود از اینکه داشت اینو میگفت، معنیشو نمیدونست. گفت سایکوپث به من گفتن و اینا، من گفتم مثلا اونجا نفهمیدم، ولی جلوتر گرفت به نظر من اگه راست گفته باشه سایکوپث که هست، ولی نارسیستم 100% هستش، یعنی من کاملا با پوست و خون و استخونم شخصا حس کردم و چیزایی که دیدم و شنیدم و مگه از گذشته‌اش هم میدونین که مثلا یکی دو تا خانم پیام دادن از همشون سوء استفاده های جنسی، روانی، جسمی و به شدت سوء استفاده های مالی میکنه از دخترایی که باشون وارد رابطه میشه، یعنی به شدت منفعت طلب و بی‌وجدانه و بدذات. تو بچهای پشت صحنه متفق القول از کی بیشتر بعدشون میومد؟ حدس من که پیک میاه. ببین پیکمیا خیلی اذیتشون میکرد، مثلا یهو شوخیای خرکی میکرد، میومد با عامل پشت صحنه یهو مثلا جیغ میزد نصف شب، اون زنه که بین پله‌ها بود و میترسوند، دیدم آبلا و ویدیو میگرفت میذاشت تو گروه مثلا بچه‌ها، یه کار خیلی عجیبی میکرد، واقعا اذیتشون میکرد، ولی از یلدا مثلا خوششون نمیومد، چون یلدا همش با آرایشگرا و اینا دعوا میکرد با هیر استایلیست آرایشگر، بعد واقعا عجیب بود. یه روز اومد اون برگشت گفتش که آره فصل پیش نمیدونم فلانی و فلانی و فلانی بعد آرایش میکردن، میمشو درست کردن و اینا رو بولی میکردن و مسخره میکردن و اینا، ما اصلا از این آرایشگرا راضی نیستیم. بعد از اینکه آرایشگرا گفتن این دیر حاضر میشه و وقت ما رو تلف میکنه و همیشه اینا خیلی دیر میاد و خیلی پرتوقع و خیلی بحث میکنه، اینو برگشت گفت و گفت ما هیچ کدوم راضی نیستیم. گفتم نه من راضیم و اینا. بعد اون آرایشگرا رو صدا کردن، اومدن با یلدا فیس تو فیس کردن و یلدا چیزی نتونست بگه دیگه. بعد از اون یه خورده سرسنگین باش رفتم که این درستش نمی‌کردن، خودش میشست تو اتاق دختر خودش رو درست می‌کرد تا چند روز دیگه. حالا نمیدونم بعد رفتن من درست شد یا نه، ولی روز حذفش هم حتی کارگردان میاد بعد حرف میزنه جلو همه بچه‌ها باش، بهش میگه این همه التماس کردی و دایرکت میدادی و اینا که بیاریم تو برنامه، الانم داری اینجوری می‌کنی. یعنی شاکی بودن از دستش. خیلی چیپ و فیک بنده خدا. همدیگه رو میشناختن دیگه از قبل. خیلی چیپه بنده خدا. ان که خدا واقعا هدایتش کنه، چون واقعا خیلی هم آمارش هم وضعیتش خیلی خرابه تو استانبول. یعنی سال‌هاست که مثلا میشناسنش بچه استانبول. یه دکمه داشت میزد صداش دوبلوری میشد، هر وقت این صدا دوبلوری میاد من خندم میگرفت. حتی صداش هم فیک بود، صداش هم قصدی اینطوری میکرد. بعد خیلی شخصیتی داشت که مثلا واقعا کرمکی بود، یعنی واقعا به منو تارگت کرد همون لحظه اول و منو تارگت کرد و اتک میزد به من. یعنی واقعا
به صورت روانی خیلی منو شکنجه کرد اونجا. آره دیگه، کسی که فکر کن خودش فیلمای خودش رو پخش کنه یعنی چی. بعدش هم قسمت جالبش اینه که واقعا بقیه رو نمیدونم چی فرض میکنه، یعنی مثلا فکر میکنه خیلی باهوشه یا خیلی بازیگر ماهریه یا نمیدونم چی فرض میکنه بقیه رو، یعنی فکر میکنه مردم رو میتونه گول بزنه، یعنی با شعور مردم بازی کنه. گفته بودن فینال با علی خواسته بوده بیاد که بعد علی رو راه نداده بودن و اینا. من اینو اصلا خبر ندارم. من روزی که رفتم واسه فینال دیروزش اینو برده بودن و اینا، فقط شنیدم که مثلا بچه‌ها یه جوری ریده بودن بهش، حالا لفظ مؤدبانه شد پیدا نکردم بگم، ولی خب اینو از به گوش من رسوندن که آره یلدا رفته تو برنامه رای بده، بچه‌ها ریدن بهش و یه قصه میاد بالا انگار اکسپوز میشه، یعنی که افشا میشه به خاطر یکی دو تا حرکتایی که زده بوده، مثلا اینکه بحث این پیش میاد که دوست پسر داشته و اینا داخل خود برنامه با علی دوست بوده و اینا و یه جوری اثبات میشه به بچه‌ها. خیلی عالی بود واقعا، چون و هنوزم گردن نمیگیره، یعنی خیلی حق به جانبه بیش از اندازه. بعد ببین خیلی اهل مغلطه و سفسطه است، یعنی خیلی پشت کلمات پنهان میشه، فکر میکنه مثلا صداشو خوشگل کنه و لفظ قلم صحبت کنه مردم میگن چه آدم فرهیخته‌ایه، ولی مثلا دایره لغاتش واقعا خیلی محدوده و پشت هم کلمات و این مظلوم نمایی و اینا فقط قایم میشه و خیلی سعی میکنه با پنبه سر ببره و با سیاست باشه، خودش فکر میکنه خیلی زرنگه ولی اصلا اینطوری نیست، یعنی خیلی تابلوه. مثلا از همون داخل برنامه اشکای فیک میریخت و واسه داخل اون ویلا بودن حاضر بود هر کاری بکنه. البته خیلی اینطوری بودن ولی یلدا هم همینطوری، نه یلدا از خیلی بیشتر به نظر من واقعا، و خیلی فیلم بازی می‌کرد، واقعا خیلی فیلم بازی می‌کرد. بعد تیشرتش رو دیدی، تیشرتی که به مهیار کادو میده می‌خواسته بده به علی، چون به خاطر لفظی که تو آهنگ علی بوده رو تیشرتی که به مهیار داده بوده لوکت می هست آهنگ علی فصل 1. آره فرید دون لوکت می. تو چقدر چیپی کادویی که واسه یکی دیگه خریدی. ببین ولی خیلی فیک بود، یعنی خیلی آدم فیکی بود، همش شامل داستان درست کردم بود واقعا. بعد خیلی رقصش خوب نیستش اصلا و اینکه به اینکه کلاس نرفته آموزش ندیدم خیلی افتخار میکنه، ولی خب کاش میرفت چون خیلی مثلا رقص قوی نداره، یعنی حتی اگه چند تا یوتیوب توتوریال و اینا ببینه. حالا اینا هیچ تو ویلا تقریبا میتونم بگم التماس بچه‌ها رو میکرد، به من خودم شخصا اومد التماس کرد و التماس بچه‌های دیگه هم میکرد که تو رو خدا منو ندید برم، خواهش میکنم منو ندید برم بیرون، تو رو قرآن گریه میکرد. ای بابا یعنی چی عزیز؟ بیرون اینجا ما هممون خونه، زندگی، شغل، دوست، رفیق، یعنی مثلا یه سیستمی رو داریم واسه خودمون. بعضی یه طوری رفتارم کردم و یلدا از همه بیشتر که انگار مثلا سرنوشتش بسته بود به اونجا، به اون ویلا و به اون مکان، یعنی مثلا انگار اسکوید گیم هر کی مثلا حذف بشه میمیره. آره ولی خیلی امیدم داشتن که برگردن دوباره به برنامه بعد از اینکه حذف شد، خیلی امیدوار بود خیلی که برمیگرده دوباره به برنامه و حتی یه تایمی هم که مهیار اومد بیرون خیلی رفت لباس خرید و رفت چیز کرد، ناخوناشو مویاشو اینا رو همه رو ترمیم کرد و خیلی امیدوار بودن که برمیگردن که خب برنگشتن. خیلی قبل از اینکه حذف بشم تو پشت سر اینو به یاسمن گفتم یاسمن اینا همه تیم شدن و اینجوریه و اونجوریه و اینا همه دسیسه کردن قبل اینکه بیان با هم هماهنگ بودن و اینا، و یاسمن گفت نه به اینا نمیاد اینجور آدمایی باشن و اینا، و چون مثلا آیدا رو تو اینترنت قبلش دیده بود و اینا دنبالش میکرد، ولی مثلا آیدا و یلدا نمیشناختن ولی اینا مثلا تو اینترنت دنبال میکرد. میگم شاید مثلا از دور یه تصویری ساخته بود که اونجا گفت نه به اینا نمیاد اینجوری باشن. یعنی چی نمیاد؟ اتفاقا بیشتر به همین اینجور آدما میاد که اینجوری باشن. و خیلی جالب بود برام که یعنی به چند نفر گفتم باور نکردن یا حالا خودشونو به باور نکردن زدن و بیشتر رفتن سمت اون تیم مثلا، ولی خب اون تیم حتی به خودشون هم رحم نمیکنن، چه برسه به اینکه مثلا بخوام به غریبه رحم کنن. موضوع اینه که هر دختری که وارد ویلاش بود این آدم یه جوری چسبید بهش که دختر فضای اینکه کسی دیگه ای رو بشناسه یا ببینه نداشت. دقیقاً آفرین، دقیقاً این ایزوله میکرد طرفو، مثل یک شکاری مینداخت گوشه رینگ و میرفت مثلا پروژه بقیه هم خیلی پشت سر پسرای دیگه هم خیلی حرف میزد که مثلا بقیه هم میاد پیش دختره میکوبه خراب میکنه دیگه، یعنی بازی روانی میکنه. مثلا میومد میگفت آره فلانی که مثلا 2000 پول نداره، اون یکی مثلا لهجه اونو نگاه، اون یه بد تیپ اونو نگاه چه خزه فلان، یعنی بقیه هم یه جوری میکوبه که مثلا اولش که تحت بازی روانیش فکر میکنه مثلا این فقط خوبه، بقیه اینجا واقعا بدن. اصلا یهو واقعا یه ماسکش انگار افتاد و یه آدم دیگه شد. گویا موژانم باهاش نیست دیگه، یعنی اومده گفته که ما با هم نیستیم. البته والا من خبر ندارم، شاید هم دروغ گفته باشم ولی فکر میکنم ما هم نیستن دیگه. یعنی من عکسشو با یکی دو تا دختر دیگه برام فرستادن با پیج فیک تو دایرکت و گفتن آره نگاه کن اینا این دوست دختر جدید ژاکوزه و اینا شب یلدا با هم بودن و فلان، عکساشو برام فرستادن با یه دختر دیگه. جالبه که اونجا تو اون عکس‌ها و ویدیوها که واسم فرستادن تو دایرکت با پیج فیکم اونجا هم در حال تاچ کردن دخترا بود
اونجا هم رفت تو گردن جمال. تو اون ویدیو. آره اصلا وحشتناک. نه اینا رو کلا خیلی جهتدار یه سری یوتیوبرها رو استخدام خودشون کردن و اینا رو همینطوری فاند و پول و اینا بهشون میدن که بیان همینطوری خود اینا رو سفید کنن دیگه. ولی یه جوریه که الان دیگه هر کی کنار اینا قرار میگیره خودش منفور میشه. خب میتونست اینو بیاد بگه به دختره، بیاد بگه من کاراکتر دارم بازی میکنم، مثلا من فقط واسه گیم اومدم، من مثلا واسه بازی اومدم، چیزی جدی نیست. نه که بیاد به دختره مثلا بیاد کلی محبت کنه، یا مثلا فرناز رو می‌خواسته تاچ کنه بیاد کلی بعد ای دو محبت کنه، یا مثلا سپیده رو بوست کنه بعد بیاد بگه بعد برنامه مثلا 4 ماه بعد بیاد بگه من کاراکتر بازی می‌کردم. آخه تو عجب آدم بیشوری هستی. آخه جالب کاراکتر رو فقط جاوید بازی میکرد، کسی دیگه ای نگفته که من کاراکتر بازی میکردم، فقط تو عشق ابدی فقط جاوید بازی میکرد. آره خیلی جالبه واسه اینکه خودش رو سفید کنه دیگه ریخته رو برنامه. میگفتش که اینو از جاوید اشتباهی اومده اونجا. آره فیلم هندی می‌خواسته بازی کنه. قرار بود جاوید فیلم هندی بازی کنه، اشتباه آدرس دادن اومده یه ویلا عشق ابدی. دیگه اون کاراکتر آمیتا باچان رو نمیدونم کیو می‌خواسته بازی کنه، اون همون نمایشنامه رو گفته اینجا اجرا کنه. یه دختری مثل موژان بیاد توی ویلا، یکی مثل علی خوشتیپ خوش قیافه خوش صحبت اونور، یکی مثل جالیس شتور با سابقه بسیار سیاه اونوره، همون اعلام کاپلی رو با جاوید کنید. بعد اعلام کاپلی اینا فیک نیست دیگه، اعلام کاپلی سپیده و علی فیکه. 100% اصلا برنامه‌ریزی شده بود. اینو بابا اصلا دیگه از دهن خودشون در اومد. ما این لحظه رو با هم صحبتشو کرده بودیم. بعد یه طوری صحبت می‌کرد جاگوز انگار مثلا جایزه اسکار بردن، ستای مثلا برنده جایزه گرمی شدن. این لحظه رو ببین الان اینجا نشستیم، ما حرفشو قبل از زده بودیم. انگار مثلا اراضی خریدن نشستن تو مثلا ویلای باباشون، ویلای خودشون. مثلا جای خاصی هم نیومدی. فکر کن این همه دستیسه کردن که وارد اون ویلا بشن، فقط که دور هم باشن مثلا اونجا، به خاطر اون $500 و یه خورده فالووره و دیده شدن و اینا. و چقدر با خودشون فکر می‌کردن که ما خیلی اوکی بازی کردیم و قرار محبوب بشیم و فن بگیریم و اینا. اینو من یادم هم یاسمن گفته بود هم مهیار که اصلا احسان عکس دخترا رو از قبل تو گوشیش نشونم داده بوده، از طریق پشت صحنه گرفته بوده و میدونسته پشت قصدی به جاوید زده بوده، چون جلوتر مثل که عکس شرکت کننده دختر رو دیده بوده. بعید نیست اشاره منم اینو شنیده بودم که عکس یاسمن و روژانو داشته احسان آلردی و به مهیار و جاوید و اینا نشون داده بوده حتی که آره اینا هستن. والا فقط بس تبلیغات هم نیستش. ببین الان مطمئن باش اگه بهش تبلیغ بدن قبول میکنه. ببین الان صورتش رو ژل زده، همشو با تبلیغ زده دیگه. 100 سیسی نمیدونم چقدر رفته ژل زده صورتشو، به خدا همه رو رفته با تبلیغ زده، همه رو مفتی زده، چند بارم رفت زد. اونم باید بره درست کنه. بعد ببین فکر کن چی میگفت اونجا، به من برگشت گفت من کامپوزیتامو در آوردم و حالا بعدا میرم دوباره میذارم. یعنی چی کامپوزیتامو در آوردم؟ مگه شلوار کامپوزیتاتو میگی در آوردی؟ کامپوزیت مگه میشه در آورد؟ من اون کامپوزیته که در آورده بودم هنوزم نرفته بذاره. چقدر دروغ. اصلا یه حرف راست از دهن این شخص در نیومد. من ندیدم در بیاد. اگه سپیده نبود نمیذاره سپیده رو جمع کردن و برگردونن. و احساس میکنم مثلا به عقل بچه‌ها، به عقل سپیده بچه‌ها بعد از اینکه سپیده جاوید آورد شک کردن. قبلش اوکی بودن باهاش، ولی بعد از اینکه جاوید آورد گفتن بابا این مثلا چجوری همچین حرکتی زد و اینا، مثلا یه جوری قشنگ کردن ازش. حتی دیالوگاشون هم یادشون رفته بود، یعنی نرفته بودن با هم دیگه یه ذره تمرین کنن. واقعا خجالت بره. یعنی واقعا خجالت بره. خودشون رو، یعنی با دهن خودشون کار خدا رو نگاه کن. خودشون رو لو دادن. چیز مشترکی بین شما 3 نفر بود که جاوید شما 3 نفر رو انتخاب کرد که به عنوان پل استفاده کنه از شما. ببین من خودم اولش فکر می‌کنم شخصیتی که از من دید یه شخصیتیه که خب هم ساده‌ام، همین که مثلا فکر کردم من آرومتر و ساکت‌ترم احتمالاً از اون چیزی که واقعا هستم و نشون دادم. و بعد از اینکه احتمالاً یه خورده حالا شلوغ‌کاری منو اینا رو دید و دید حالا من دارم دستشو رو می‌کنم و باهاش هم دست نمیشم و داره میره رو مخم و منم دارم خیلی زیاد صحبت می‌کنم و دستشو دارم رو می‌کنم مثلا پشت صحنه و جلوی دوربین پیش بچه‌ها، یه خورده ترسید. یعنی فکر می‌کنم بچه‌ها خودشون هم یاسمن هم اینو میگفت و مثلا با علی واسانی یادش میگفتش که این احتمالاً پلنش این بوده که با تو بمونه تا موژان بیاد و بعد بره با موژان. که خب من دیگه شلوغ‌کاریای من و اینا نقشه اینو خراب کرد و اینا هول شدن، منو سری دادن بیرون که اینا رو لو ندم بیشتر از این. و از اون طرف خب دختره که اونجا بودن فکر کنم دیگه تو اون موقعیت کسی مثلا خیلی حال نداشت با این اوکی شه، تا اینکه فرناز که اومد، فرناز جدید بود و هم مثلا این اتفاقا رو ندیده بود، همین که خیلی سری رفت اینو کشید یه گوشه و مخشو زد. و بعد از اونم سپیده هم تنها موقعیتش بود که اون موقع میتونست داشته باشه، چون جدید بود، دوباره از گذشته این خبر نداشت، چون مثلا بقیه میدونستن که این دیگه قرار منفور بشه احتمالاً به خاطر این حرکت مثلا موسیقی که میزد. ولی خب چیزی که مشترکه من خودم احساس کنم احتمالاً از دختره ادایی فکر کنم خوشش میاد، نمیدونم، دختره که یه حالت مثلا یه خوی بچه کودک درون فعال دارن درونشون که این بتونه با اون حمایت‌ها و محبت‌ها و اینا نرمشون کنه، میدونی؟ چون جاوید حرفشون دروغشه، خیلی مهم بود که ببینه کی باورپذیریش بیشتره به نظر من.
100% یکیو که بتونه خام کنه و تو دستش نگه داره و بتونه مثل خمیر به طرف شکل بده که بتونه به راحتی ازش سوء استفادهشو بکنه و آدمی نباشه که بعد براش دردسرم بشه. یعنی استفادهشو کرد طرف نیاد مثلا آبروشو ببره، بتونه همچنان طرفو بازی بده. مثلا چقدرم رو آبروشو نبردی، همه انتخاباتش غلط بود. ببین با بچه‌ها در ارتباط بوده دیگه، این همش زنگ می‌زد و به همه زنگ می‌زد، به من، به فردین که بیرون بود به ما زنگ می‌زد و اینا. خیلی هماهنگی سعی می‌کرد بکنه که جوری برگرده داخل برنامه. خیلی دوست داشت و اینطوری از سپیده استفاده کرد برگشت و خب سپیده به مهره سوخته بود دیگه واسه اینا. کلا هر کی که ازش استفاده کنن بعدش مهره سوخته میشه واسه اون تیم. سر همین واسه اون بنده خدا این حرکت‌ها رو زدن. ولی خود همین تیمش که میگفتن گذشته جاگوزو نگید به کسی، خود همینا مثلا فکر کن هر مهمون جدیدی میومد یلدا رو میفرستادن سری برو پیش این بشین پای سر نازنین صحبت کن، یه وقت مثلا نازنین با کسی کاپل نشه اینجا بمونه. ببین من خودم شخصا قبل اینکه حذف بشم 2-3 تا مورد داشتم که پسرا اومدن به من گفتن یا کاپلشون اینجا بمون، تو رو میخوان حذف کنن، که من مثلا جواب منفی بهشون دادم که برم بیرون خودم. آره دنبال یه راهی بود که برگرده، چون به من گفتش که با من گفت بیا از فردا پس فردا با هم استوری بذاریم، با هم لایو مشترک استوری اینا بذاریم من و تو. مثلا ببین فکر کن هنوز اصلا برنامه‌اش وسط برنامه است، ضبط برنامه. گفتم فردا و پس فردا. گفت آره بیا با هم تولید محتوا کلابوریشن و اینا کنیم. و من فکر می‌کنم فکر می‌کنم مثلا مثل علی و زهرا که من استوری گذاشتن و عوامل استوری اینا رو چک کردن، دوستش مثلا با استوری و اینا ما رو برگردونن داخل ویلا. خب الان یه سوال صادقانه، هیچ وقت با تو استوری نمیذارم، تو آبرو من اونجا بردی و اینا، متاسفم واسه. بعد اصلا راجع به چیزام هیچی نمیگفت، راجع به سپیده و اینا هیچی به من نگفت، اصلا نگفت سپیده وجود خارجی داره، یا اصلا نگفت مثلا با فرناز خواستم بک بزنم براش گل گرفتم. و من برگشت گفتم من خودم خسته شده بودم از اونجا، از محیط اونجا، دعواها و اینا. بهم گفتم حذفم کنید دیگه، همش باخته و اینا. بعد از این آره اول اینکه سوالی یکم اینه که آیدا و سرجی هم گدای رأی کردن ازت، یک. دو اینکه میدونم 2 تا ساید بوده اونور دیگه. دو اینکه چون فکر کنم همه این دفعه رأیاشون پشیمونن. ببین گدای رأی که آیدا طول کل برنامه من بیرون بودم، از وقتی که اومدم بیرون و اینا با هم در تماس بود، بهم خیلی مسیج میداد تو اینستا دایرکت بهم میداد و با هم صحبت می‌کرد، حالمو میپرسید، میگفت بعد برنامه میبینم تو کجایی چطوری فلان اینا و ارتباط گرم صمیمانه‌اش رو حفظ کرد. ولی سرجیو هم که رفتم داخل رأی بدم منو کشید کنار و خیلی با تحویلم گرفت، خیلی با هم حرف زد، یعنی ناخودآگاه آره یه جورایی بعدشون نمیاد رأی منو داشته باشن، تحویلم گرفتن و اینا. ولی خب من از قسمت پیک میای رأیم آره قطعا پشیمونم، مثلا بعد از اینکه دارم لاس خوشگاهاشو میبینم با احسان و اینا و اتفاقاتی که بعد از ویلا افتاد و اینکه الان با همنو که همه فهمیدن و فهمیدیم، خب قطعا ما هم پشیمون شدیم از اینکه به اونا رأی دادیم. ولی خب دیگه گزینه بهتری نبود، همین 2-3 تا کاپل بودن فقط. مرسی از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. حتما ویدیو رو لایکش کنید و برای اینکه اخبار دست اول عشق ابدی رو از دست ندید حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله کانال رو هم بزنید که ویدیوهای جدید و حواشی جدید رو خیلی سریع دریافت کنید. تا ویدیوهای بعدی خداحافظ همتون باشه.